چطوری ساعت 1:30 شبه و من اومدم تا ویدیو یوتیوبم رو آپلود کنم. بزن بریم. تو این ویدیو معرفی سلو استایل رو داریم که قراره بگیم تو این سلو استایل چه آیتم هایی استفاده میشه، چه پالت رنگی هایی شامل میشه و چه اکسسوری هایی تو این استایل استفاده میشه و مناسب چه افرادی هستش. اولین استایلی که میخوام راجعش صحبت کنم استایل کلاسیک هستش. استایل کلاسیک بیشتر مناسب افرادی هستش که استایل رسمی رو بیشتر دوست دارن. پالت رنگی که توی استایل استفاده میشه اصولا رنگ‌های خنثی هست، مثل بژ، کرم، توسی، سرمه‌ای، سفید و مشکی. آیتم‌هایی که توی استایل استفاده میشه کت و شلوار، پیراهن، کفش و کیف چرمی هستش و اکسسوری هایی هم که بیشتر توی استایل به کار برده میشه ساعت‌های ظریف و حتی کمربندهای باریک مشکی یا کرم و قهوه‌ای رنگ هستش. خب میرسیم به استایل بعدی، یعنی کژوال. استایل کژوال همونجوری که از اسمش پیداست به معنای راحتی و روزمرگی هستش. در واقع مناسب افرادی هستش که راحتی براشون حرف اول رو میزنه. خب حالا این استایل شامل چه پالت رنگایی هست؟ میتونم بگم که دستتون توی پالت رنگی برای این استایل باز هست، یعنی شما هم میتونید رنگ‌های خنثی رو استفاده بکنید، هم رنگ‌های پاستیلی و جیغ رو استفاده بکنید توی این استایل. آیتم هایی که این استایل در بر میگیره شامل کت جین، کت جمع، شلوار جین، شلوار کتونی، تیشرت ها، کلاهکپ ها، کمربند، کیف، کتونی سفید رنگ هستش. حتی این استایل به استایل دانشگاهی و خیابونی هم میتونم بگم معروف هستش. خب و ما میرسیم به آخر استایل، یعنی کژوال اسمارت. کژوال اسمارت یعنی یه چیزی بین راحتی و رسمی که این دوتا با هم دیگه تلفیق میشن و کژوال اسمارت رو تشکیل میدن. خب آیتم هایی که توی کژوال اسمارت استفاده میشه کت های ساده هست، پیراهن های ساده رسمی هستش، تیشرت های اسپورت هست، شلوار جین، شلوار کتونی، کیف های کوچیک چرمی دستی یا کوله‌ای هستش، کفش های لوفر، نیم بوتای ساخت بوتای ساده، کفش پاشنه بالان 3 الی 5 سانتی کتونی های سفید هست و حتی کفش کف تخت چرمی طور هستش. اکسسوری که توی این استایل استفاده میشه کمربند هست، عینک آفتابی هست که اصولا بهتره عینک آفتابی که توی این استایل استفاده میشه دسته هاش دیتیل زیادی نداشته باشن، یعنی بیشتر ساده باشن تا اینکه دیتیل های خیلی زیادی داشته باشن. و ساعت های ظریف بندباریک فلزی و اکسسوری مثل گوشواره و گردنبند و این چیزها. خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید و باز هم مثل همیشه التماس دارم لایک و سابسکرایب یادتون نره. این ویدیو رو حتما ببینید چون میدونم به دردتون خیلی میخوره. تا درودی بعد، بدرود، بای.